راجع به این موضوع بگم، ولی حالا پیرو صحبت‌های کانتا جون، من خودم خب تا 30 خورده سالگی ایران بودم، ولی واقعا نه اون موقع نه اینجا من اصلا هیچ وقت این حس تجزیه طلبی رو نداشتم که یعنی اصلا هیچ وقت به گوشم نخورده بود. شایدم نمیدونم واقعا، ولی یه چیزی رو این مدت فهمیدم، همونطور که اینا تمام این سوالا تو مغز مردم کردن که مردا اگه ببخشید از همه آقایون عذرخواهی میکنم چون این عقیده من نیست و واقعا تو گوش مردم کردن که وای اگه موی زن باعث تحریکشون میشه، اینم از همون چیزاست. این الان کاملا مشخصه اینا همه حکومتی هم و شفتشون مخفی هم و به نظر من اصلا همچین چیزی واقعیت نداره و نمیدونم، شاید از این طرف میشه گفت شعاری شاید براش درست کرد، ولی شاید واقعا از این طرف باید ایگنورش کرد، کلا اصلا حرفی از این موضوع نبود. ولی دلیل اصلی که اومدم یکی دو سه چیز کوچولو از تهران میخواستم بگم در مورد فراخوانه و تاثیرش. یکی اینکه بازار تهران به شدت ملتهبه. یه عزیزی رو دارم که اونجا خیلی میگرده و خب خلاصه گفتش که این چند روزه که من خیلی میرم و میگفت بازار منتظر یه جرقه است. میگفت تو بازاری که همیشه بالاخره یه ذره لباس پوشیدن حالا کانزرواتیو تر بود، الان اگه راه میری و یکی به تو چپ نگاه کنه یا یکی بخواد به تو تذکر بده، پارش میکنن این بازار مغازه‌دارا یا حتی دست فروشا و گفت خیلی التهاب داره اونجا. این اعتصاب کامیوندارا تاثیرات خودش رو داره نشون میده. امروز سمت خاوران یکی دو تا نونوایی رفتن و گفتن که آرد بهمون نرسیده، نون نداشتن، نون نتونستن درست کنن، که به نظرم اینم خبر خیلی خوبیه چون که حالا معمولا از جاهای به قول معروف یه مقدار ضعیف‌تر شروع میشه دیگه حالا تا به جاهای دیگه برسه، ولی خب به نظرم اینم خبر خوبیه. بعد این پریشب توی هفت یه سری از خانوما که حالا بیشتر جوان بودن ولی خب میدونم توشون سنهای حدود چه میدونم بین 40 و 50 هم بوده، شروع کردن شعار زن زندگی آزادی و این حرفا رو بدن. یه خانومی که یعنی این رابطه من به قول معروف میگفت یعنی 100 سال سیاه فکر نمی‌کردی که این با اینا باشه، اومده شروع کرده که از اینجا برین گم شین و اینجا این حرفا رو نزنید و میگفت مردم حسابی حالش رو جا آوردن و بعدش هم دیگه رفت تو اصلا هم دیگه در نیامد ازش. منتها میگفت بازم میگفتش که باید روی فراخوان میگفت باید بیشتر کار کنیم که بیشتر بیان بیرون. میگفت من احساس میکنم هنوزم که تو فضای چیز حالا اون منطقه‌ای که اینه آدمایی که میبینم دور و برم، میگفت احساس میکنم اون مثلا توی فضای مجازی بیشتره تا اینکه مثلا هنوز حالا میگفت اون جمعیتی که من میشناسم بیان بیرون، ولی میگفت التهابش توی جامعه اطرافیان کاملا دیده میشه. مرسی از شما خانم نیروفر. اکانت رد پا صحبت کنن. درود، ممنون مرتضی جان، تتو جان. من همشهری محمد صابرم از سرزمین خدا نور. فقط میخواستم تشکر کنم از همتون با بابت بلوچستان که میگن آره خیلی مظلومیم، شاید خیلی تومتا هم بهمون زده بشه. ما همین پلاکاردهایی که گذاشته میشه روزهای جمعه اینا توییت‌های ما هستن، دقیقا در دلای ما هستن که ما به شما بفهمونیم چجوری هستیم چجوری نیستیم. ولی در کل یه گله هم دارم، نه از تهرانی ها ندارم، از همشهریای خودم از کردا که یکم عجله دارن. دوستان برادران، هر جا تهران شرایط خودشو داره، خودمون هم شرایط خودمون داریم. از طرف ما هم باید بگم کردستان و بلوچستان انقلاب شده دوستان، تموم شده دیگه. جمهوری اسلامی پیش ما جایی نداره، نه بلوچستان نه کردستان. ما حالا واسادیم واسه شما، ایشالا هم شما هم به موقع از ما هم جلوتر میزنید ایشالا به امید خدا. فقط همین، دوستتون دارم. جان فدایی. مرسی از شما. البته این نکته رو همه ما میدونیم که انقلاب جوی سرمت نیست و ماراتونه و میبایست خیلی تلاش کرد
موضوع و قطعا هم همه صبور هستیم و مبارز در کنارش. یعنی یک لحظه هم اجازه نمیدیم که بازیابی از طرف رژیم صورت بگیره. فقط آقای شیرانی فکر کنم از ایران هم نمیدونم چجوریه، خیلی اینترنتشون قطع و وصل میشه، هر وقت تونستن صحبت کنن بعد دوستان فکر کنم اینترنتشون استیبل‌تره. بله اگر میتونن صحبت کنن الان بفرمایید. سلام، خسته نباشید. من الان اومدم تو جمع دوستان، میخوام یه خورده شنونده باشم بعد صحبت میکنم. باشه مشکلی نداره. پس هر موقع خواستین صحبت بکنین اون علامت دست رو بیارین. بفرمایید آقای محمد صابر. من میخواستم معرفی آقای شیرانی بگم. آقای شیرانی یکی از ایمانی‌های سیاسی سابق و تو اردبیل و زندان زاهدان با هم بودیم، طبیب بودن و الان خبرگزاری هالوایس بیشتر میدونم که آشنایی داره و آقای ایرانی مدیر خبرگزاری هالوایس بود. خواستم بیان صحبت کنم. منم قبلش هم گفتم که آقای شیرانی بیان، من قبلش پیدا نشد. آقای شیرانی هویتش مشکل داره. من الان نمیدونم صدام داره، صدام میاد نمیاد؟ نه میاد. بله بله صداتون هست. من عرضم آخرتر صحبت میکنم و ما اتفاقا این اسپیس رو برای شما بچه زاهدان گذاشتیم. یعنی اگر میبینید جاهای مختلف اینجا حضور دارن صرفا برای اینکه کنار شما باشن، نه اینکه ما صحبت کنیم. به خاطر همینم حتی اگر لازم بشه کل اسپیس رو فقط شما بچه زاهدان هم میتونید حرف بزنید، نه همه بچه ها اوکی هستن. پس هر وقت خواستید هم شما هم ایشون هم دیگر دوست رد پاک رفت پایین، هر کدوم هر وقت خواستید میتونید صحبت کنید. ممنون، متشکرم. مرسی از شما آقای محمد صابر. اکانت پرپاکان. سلام دوستان، من چون وقتم خیلی محدوده دارم کار میکنم، سریع چند تا نکته رو میگم توی حرفا چیزایی که اشاره شد. یکی اینکه ما الان در زمان انقلابیم، درسته باید روی انقلاب تمرکز کنیم و خشم مردم بهترین اسلحه است برای انقلاب، اما باید یه چیزی هم در نظر داشته باشیم که باید نقشه راه هم داشته باشیم یا تصویری از آینده داشته باشیم و اینکه بعد از پیروزی انقلاب باید اینو در نظر داشته باشیم که این اسلحه رو اگه نذاریم زمین دوباره همون اتفاقی میفته که توی سال 57 افتاد. یکی اینکه ما افرادی که الان سر کار هستن و جنایت میکنن باید تک به تک محاکمه بشن، حتی اگه سالها طول بکشه، محاکمه با حضور ناظران بین‌المللی. اما تفکرها و باورها و ایسنا و اینا نباید خفه بشن، حتی اگه سابقه خوبی نداشته باشن. نباید بگیم مثلا اگر کسی تفکر مذهبی داره، یکی مثلا تفکر چپ داره، راست داره، نباید اینا خفه بشن. ما توی تجربه تاریخی دیدیم که حتی مثلا حزبی مثل نازی که خفه شد هیچ وقت از بین نرفت و الان همچنین می‌بینید که داره قدرت میگیره و در سطح جهان. چون نباید کسی رو خفه کنیم حتی اگر باهاش موافق نباشیم. من اگر وقت داشته باشم یه نکته دیگه هم بگم. نه بحث مخالفا، یکی مثلا اون خانمی که این بحث مطرح کردن که اینایی که الان این باور که سر قدرته اگر بعد از دموکراسی وجود بدیم بازم اجازه دارن که حرف بزنن یا نه. شما یه چیز ببین، اینا گفتگو نمی‌کنن، اینا دشمنی میکنن. خب قطعا اگر یه حزب باشه که بیاد مثلا کار کنه مشکل نداره، ولی یادمون نره چیزی که باعث تفرقه بشه، باعث کشتار بشه و هر اتفاقی که منجر به صدمات به مردم بشه جهت حفظ امنیت مردم میباید محدود بشه. نکات آزادی اونا تا زمانی هست که مانع آزادی دیگر باشه. اما اینجا بله دقیقاً اینجا هر گونه تفکر، مثلا شما بگید موسی اسلامی دیکتاتور فاشیست هر چیز دیگه، هر گونه تفکر مرتبط با بحث تجزیه طلبی با بلاک بودن یکی. این حداقل آقا من دیگه آزادی وقت دیگه من دیگه اسپیس گذاشتم و همه دوستان دارن همین یک نفر یه پیدا میشه میگه آقا تجزیه طلبی. خب این من حق دارم که من بگم آقا از حقوق تو ما استفاده کنیم، یه دونه برای خودت اسپیس بزن و وارد بحث با من نشو. این بحث
من اصلا درستم تجزیه طلبی نبود. من تجزیه طلبی مطمئنا از نظر همه تفکرها یه خط قرمزه. من بیشتر نظرم در جواب اون خانومی که میگفتن که آیا اینا باید همچنان اجازه این جمهوری اسلامی سپاهی یا تفکر ولایت‌فقیه آیا همچنان باید اجازه صحبت کردن داشته باشن؟ من حرفم اینه که اون افراد باید محاکمه بشن، اما تفکر ما نباید خفه کنیم. این فقط بگید. چون می‌دونید من یاد بچگیام که میافتم می‌بینم اول انقلاب باید تا کسی حرف میزد با یه برچسب طاغوتی زندگیشو نابود میکردن، اموالشو میگرفتن، از رده خارجش میکردن. ما اگه همون تفکر رو بخوایم اسم طاغوتی رو بکنیم سپاهی، بسیجی و دوباره همون کارو بکنیم، دوباره یه اتفاق بدی میفته. و اساس ما باید از تاریخمون درس بگیریم، تجربه چیزی که اتفاقاتی که افتاده رو دوباره تکرار نکنیم. شما یه جاده رو اگه 100 بارم برید به یه مسیر خاص میرسید. نمیتونید بگید که من حالا امید دارم که به جای دیگه برسم. من فقط همه حرفم بود. مرسی از شما. خیلی ممنون که بهم فرصت خواهش میکنم به ترتیب اگر من نیستم ترتیب افراد آقای یامی صحبت کنیم. ایشون باگ خوردن. بله احتمالاً من پیامه رو چک نکردم. پیامه روشن آقای مایی. بله وقتتون بخیر. من از مونترال کانادا هستم. در وهله اول اینکه من احساس میکنم بچه‌های مونترال خیلی تو اسپیس نیستن و خیلی دارم تلاش میکنم که همه رو بیارم تو سمت توییتر و بیشتر درگیرشون بکنم در همچین جمع‌هایی، چون دارم احساس میکنم که در یک شهر چپی مثل مونترال خیلی افراد نمیدونن که دقیقاً الان انقلاب ما چی نیاز داره. خودشون رو درگیر خیلی مسائل حاشیه‌ای دیگه میکنن و من فکر میکنم که یک سری اسپیس های مثل این خیلی خوب میتونه به اینا جهت بده. من خیلی سریع میخوام رد بشم موضوعی که میخوام بهتون بگم. اولا که خیلی از گروه ها و اسپیس هایی که معلق هستن اینها سردرگمن برای فراخوان ها که آیا مکان و زمان رو دقیقاً اعلام کنن، مثلا رو مکان اینا خیلی تاکید دارن یا نه. چون اگر امکان اعلام نکنن اون جمعیت‌های کوچیک محله‌ای خیلی راحت میتونه متفرق بشه و اگر بخوان اینا یه اتحاد بزرگ داشته باشن در یک مکان، خب میدونید یکی دو روز زودتر و حتی با یکی دو ساعت زودتر اینها پا میشن میان و اونجا رو میگیرن. این چیزی هست که من فکر می‌کنم این اسپیس جداگانه میخواد. برای بچه‌های زاهدان من یه پیشنهاد دارم. اولا که من مطمئنم اونجا حتی با وجود اعتصابات یک سری مغازه‌های ابزار فروشی هست از عینکی که برای کار فنی استفاده میشه. میدونم اونجا تیر جنگی استفاده میشه ولی خب مطمئنا ساچمه و غیره هم خواهد بود، چون الان شنیدیم که اخبار برای تخلیه چشم خیلی بالاست. یکی دیگه من یک فایلی رو نزدیک یک هفته نشستم و آماده کردم، همین الان آماده شده و پین کردم روی صفحه‌ام، که استفاده از یک تکنیکی هست در تیرکمان که همه خیلی راحت میتونن با یک کش و یه قسمتی از چوب اینو بسازن و دست خالی نرن. شاید خندتون بگیری خب با تیرکمان کی میاد میشه برای تظاهرات، اما من اونجا قشنگ نوشتم که حتی حالا بحث من الان فلسطین و اسرائیل نیست، اما فلسطینی ها حتی پهپاد اسرائیل رو با اون سرنگون کردن و با تکنیکی هست به نام تکنیک پروانه. نه اینکه مثل بچگیمون بریم تیرکمان بازی کنیم، یک تکنیک هست. من دونه دونه همه رو با جزئیات اونجا گفتم. خواهشی که ازتون دارم این فایل رو برسونید به دست بچه‌ها تو ایران. مرسی از شما. مرسی از شما مجدد. و در مورد اینکه فرق یعنی 14 15 16 مکان مشخص شده، یک گروهی اعلام کرده از دانشگاه پلیتکنیک امیرکبیر تا آزادی که این مسیر درستی نیست. حالا اگر قرار بود خطی باشه بدترین مسیره از نظر اینکه تو طول جاده، تو طول مسیر خطرات خیلی بیشتری از جاهای دیگه هستش. یعنی اگر همون بحث خیابان ولیعصر پهلوی اگر بود یه چیز دیگری بود، اما اون مسیر من نمیدونم چرا این دوستان ما این کارو کردن، ولی حتما دلیل خاص خودشون دارن. یکی اینه، ولی موضوع اصلی اینه که اکثریت فراخوان‌ها، گروه‌های کلانتری
دارن میگن همون جایی که بودیم، یعنی میادین و خیابان‌های اصلی، جایی که شما تجربه مبارزه دارید و میتونید رژیم رو درگیر مبارزه میدانی کنید. طرف دیگه خود شما کمترین هزینه رو ببینید، در کنار اون هم یعنی شما میتونید به نوعی میدان رو در دستان خودتون داشته باشید، نه اینکه جایی که برید پایگاه مقداد باشه، نمیدونم مسیر طولانی باشه، میدان آزادی، میدان مبارزه، میدان جشن اون شهردار و چیزایی دیگه. اما ساعتش هم ساعت 12 گفتن، 10 صبح خیلی ها نه میرسن نه شاید بعضی ها بیان. این خبر اومد بیرون که 10 صبح ما تو جوانان سراسر کشور این بالا بود، حالا خانم تحت اگه لطف کنن این کارو بکنن بزنن باز چند ساعت 10 به دلایل هم که گفتم یا خودم یا درگیری پنل که انجام بدن چیزای دیگه درست نبود. ساعت 12 ما گذاشتیم در جوانان سراسر کشور تا از این طریق اولا اونا از صبح که اونجا هستن، دوم اینکه یه تایم مشخصی باشه 12 در خیابان و میادین اصلی. اینه در مورد اینکه چه کارایی بشه. ببین حقیقت بذارید دوستان من یه 2-3 دقیقه نکته بگم. میدان مبارزه در هر جایی فرق میکنه. مثلا در یک جایی مثل مناطق کردستان و آباد و اون خوشنوی و جای دیگه سنگربندی احتمال داره وجود داشته باشه و میشه شما سنگر درست کنید. اما این سنگربندی در تهران نمیشه چون ابزاراش نیست، مگر اینکه مانع سازی ایجاد کنید. مانع سازی از این بابت که شما بتونید ایجاد فضای انقلابی کنید. ببینید چرا جمهوری اسلامی سخت آشغالا رو برمی‌داره؟ به این دلیل که شما آتیش نزنید. آتیش زدن شما بار روانی ایجاد میکنه روی نیروهای سرکوبگر. وقتی ایجاد سرصدا بشه، مثلا توی این سطح آشغال شما محکم بزنید با ضربات مختلف، ترس در دل دشمن ایجاد میشه. این که میگم به شما وقتی جمعیت زیاد هستید پای بکوبید زمین به جای دست زدن، به این دلیله که اون ایجاد ترس بشه. موضوع بعدی اینه که آتیش زدن یک سری جاها یعنی قدرت داشتن، یعنی از مدیریت اونها خارج شدن و یک دست بالا رو داشتن. اتفاقی که میفته اینه که شما قطعا با نیروهای سرکوبگر مثل موتورسوار و دیگران هم روبرو شدید. ما بچه‌هایی که ما تو خیابون دیدیم، ویدیوهایی که ازشون دیدیم این بوده که تونستن استراتژی مختلف ایجاد کردن. اینه که اینها رو به جای به نوعی میشه گفت جایی که تنها باشن کشوندیمشون یا چیزایی دیگه. بحث اینه که مبارزه در خیابان رو مردم خوب یاد گرفتن. تنها کافیه ما اتحادمون رو حفظ کنیم، یعنی همه بدونیم که کنار همدیگه هستیم و هر اتفاقی بیفته مردم کنار همدیگه مبارزه کنیم. این باعث میشه که جمعیت ما بیشتر بشه. دوستان میگم خیلی در این مورد میشه صحبت کرد، من جمله اینکه خرابکاری شرافتمندانه میتونه اونها رو در شرایط بدی قرار بده، از این بابت که موانع ایجاد کنه بهشون که دچار مشکل بشن. تاکید من به همیشه اینه که برای خیزش‌های چنین ما نیاز داریم که اون ترافیک شکل بگیره. حالا بحث یاده، من نمیخوام مفصل در این مورد صحبت کنم، صحبت شما رو بشنویم، بازم برمیگردیم به سه تا نکاتی که به ذهنم درتون بفرمایید. بله ممنونم. من نمیدونم فکر کنم پرپاک صحبت کردن، من ایشونو میارم پایین. اکانت آقای شیرانی صحبت کنم. بله بفرمایید. سلام مجدد خدمت دوستان. من مستقیم میرم سر اصل مطلب. هرچند دوستان صابر عزیز دنیا رو گفتم، منتها من یه سری اخبارات مربوط به امروز سیستان و بلوچستان رو میخوام بگم خدمت دوستان که در جریان باشم. امروز خدمتش عرض بکنم که در شهرهای زاهدان، خاش، ایرانشهر، تفتان و چابهار و مناطقی از سرباز اعتراضات شده بود و خاطر قطعی اینترنت بعضی مناطق خود ویدوها به اون صورت که واسه می آمد بیرون نیومدن. مردم در همه شهرها در اعتراضات بودن. در هفته‌های گذشته هم همینطور حضور گسترده و پررنگی داشتن و شعارهایی هم که میدانید شعارهای همسو با
اعتراضات سراسری در کل کشور هست. و در واقع موضع مردم هم موضع مولوی عبدالحمید بود که در خطبه‌هاش اعلام کرد و چند تا نکته رو اینجا اشاره کرد در مورد موضوع اعدام‌ها و اینکه اتهام محاربه به یه سری از بازداشتیانی که در خصوص اعتراضات بازداشت از جمهوری اسلامی خواست که باعث برداشتتون از مسائل شرعی و قرآن متفاوت باشه، نه به این صورت که بخوایم به همه اتهام محاربه وارد بکنیم. و چیزی که الان امروز برای ما ارسال شده آخرین خبر در مناطق مختلف زاهدان در خیابان خیام، مولوی، بهشتی، خرمشهر و مدرس ماموران نظامی به سوی مردم شلیک مستقیم کردن، منتها با گلوله ساچمه‌ای و تعدادی مجروح شدند و چندین شهروند معترض هم بازداشت شدند که اکثریت کودک زیر 18 سال هستند. با اتوبوس اینا از خیابان خرمشهر سوار کردن و بردن. و یک نکته خیلی مهمی که فرض کنید در این جامعه اتفاق افتاد، مردم معترض با هوشیاری تونستن تیمی رو که از نفوذی‌های جمهوری اسلامی بودن و در بین معترضین با لباس مبدل بلوچی حضور داشتن اینا رو شناسایی بکنن و 2 نفرشون دستگیر شد که فامیلی جفتشون یکی نورا و یکی پودینه بود و تصاویرشون هم اومد. منتها آخرین اطلاعاتی که ما رسید مثل این که اینها رو بعد از اینکه شناسایی کامل کردن به مقامات نظامی اعلام کردن و تحویلشون دادن که اینها در بین جمعیت معترض با تیر کمان و ترقه به سمت اماکن عمومی و مغازه‌های مردم شلیک در واقع میشوندن شیشه ها رو و رو همین موضوع مردم مشکوک میشن. صورتشون هم پوشیده بودن با چفیه و در جیبشون کارت ملی و کارت هویتی بسیج بوده. این از این موضوع. و یک موضوع دیگه هم خدمتتون عرض بکنم که امروز 40 منا نقیب و دختر 8 ساله بلوچ که در 1 آبان ماه در شهرک اسپیچ سراوان توسط نیروهای اداره اطلاعات کشته شد و اونطور که بعد به موضوع منا پرداخته میشه متاسفانه در رسانه‌ها بهش پرداخته نشد و امروز 40مش هست و گفتم حتما یادآوری بکنم که بالاخره روز یکشنبه کشته شد و جمعه 2 روز قبلش یعنی جمعه 29 آبان هم اعتراضات گسترده‌ای در سیستان بلوچستان بود و سراوان هم به خاطر اون اعتراض روز جمعه جو امنیتی حاکم بود که اونا همراه خواهرش برن مدرسه میرفتن و مورد اصابت گلوله نیروهای نظامی اطلاعات قرار گرفت و کشته شد. اگر به ذهن شما موضوع خاصی میرسه که من در اون موضوع صحبت بکنم لطفاً بفرمایید، در خدمتتون هستم. اولا مرسی که اینجا هستید و خوشحال میشیم که به قول معروف گفتنی همیشه توی این اسپیس ها باشی و صحبت کنیم به خاطر اینکه در مورد منطقه خود شما هست و ما نیاز داریم به ارزش شما. دوستانی اونجا داریم و هم میان صحبت میکنن، از هم هستن که سعی میکنن اطلاعات ما بدن، ولی حضور شما خیلی مفیدتر هستش، نه اینکه اونا رئیس سوء تفاهم بشن، بلکه اطلاع خبررسانی شما خیلی مهمه. از خوشحال میشیم همیشه اینجا باشید. نه الان صحبت خاصی نیست، باشید اینجا تا دوستان دیگه هم صحبت کنید. ما بین شما اگر نظری چیزی داشتید با ما مسابقه شما میتونید در ازا صحبت کنید هر وقت هستی باشه. اینو شما از شما رو اینجا داشته باشید، نبید پایین. بله مرسی. اکانت تویچ صحبت کنن، تویچرت. خب مثل اینکه افتادن پایین. اکانت خیلی اسمتون سخته. شاکسپیر. شکسپیره. بسخواهی میکنم. بفرمایید. اکانت شکسپیر هستین؟ اوکی. من پس چند تا مایک جدید بدم. آقای اسماعیل پور شما بفرمایید. من چند دقیقه اگر 2-3 دقیقه اجازه بدید من چیزی دارم برمی‌دارم ولی خب دوستان من میارم بالا که صحبت کنم.
شما اگه امکان داشت منیج کنید. بله حتما. من یه چند تا مایک دادم، منتظرم کانکتشون برقرار بشه که صداشون کنم. خب اکانت ایران بفرمایید شما. روش کار کنه. خب مثلا اکانت ایران صدا میاد؟ مرد نبرد الان صدای شما هست، بفرمایید شما صحبت کنید. صدای اون دوست عزیز قبلی نداشتید، شما حالا صحبت کنم. من صحبت کنم؟ شما بله، صحبت بله، کنید. فکر کنم صحبت. آره میگفتم یه سری ایده ها هست، یه سری طرح هست که آدم میتونه روش کار کنه. خب مثلا تو همین توییتر شما یه دونه هشتگ حمایت رو بزنید، ارتش سایبری ریخته توش همینجوری داره نفرات خودش رو به اصطلاح قوی میکنه. خب ما میتونیم یه راه مقابله برای اینو بذاریم، میتونیم خودمون یه فضایی رو ایجاد کنیم که نفرات بیان هم فالوور کسب کنن، هم بتونن اطلاع رسانیشون رو قوی تر کنن. بعد تو بحث شهرهای خاموش ما میتونیم طرحی بدیم که آقا مثلا یه شهر عادی جلوه نده. خب شهری که عادی جلوه بده مردمش هم خاموشه، اینو نمیتونیم اصلا کتمان کنیم. بعد مثلا کوادکوپتری، هلیشاتی، یه چیزایی طراحی کنیم که آقا مثلا مردم اسپیکری، بلندگویی، بعد یه دیستیمایی هستی تاکی باکی میتونیم به اونا نصب کنیم، مثلا بفرسته تو فضای شهر مثلا انقلابی جلوه بده. این طرح رو ما باید روش کار کنیم. یه سری ایده های دیگه هم هست، حالا وقت بشه توی سریای بعد من صحبت میکنم. بعد اومدم این حرفا رو بزنم بگم یه ذره خودمون رو جدی بگیریم. ما میتونیم. اینا راحت شکست میکنن و من به قدرت خودمون ایمان دارم. خیلی خون دادیم دیگه، تمومه. مرسی از شما. اکانت ایران بفرمایید شما. با من اکانت ایران نه، اکانت ایران صحبت کنن اگر البته صدای ما رو دارن. خب مثل اینکه صدای ما رو ندارن. بفرمایید شما. بعد سلام عرض می‌کنم خدمت. صدامو داری خانم فتوح؟ بله صداتون هست. ممنون، متشکرم. اولا از آقای اسماعیل پور خیلی من از داخل ایران هم خواستم. من چندین روز میخوام بیام تو اسپیس، موفق نمیشم به دلایلی که همتون می‌دونید برای اینترنت درست در ایران خرابه. می‌خواستم تشکر ویژه از آقای اسماعیل پور و همچنین از خود شما خانم فتوح داشته باشم. ممنون ازتون که دارید صادقانه زحمت می‌کشید و از تمام ایرانیایی که خارج از کشور بودن، من به نظرم دارن دینشون رو ادا می‌کنن به سرزمین مادری. از ما به نوبه خودم نمایندگی از بخشی از مردم ایران هستم. دوست دارم تشکر کنم. چند تا نکته رو فقط خواستم نکات مثبت هم بود منتقل کنم. حالا ان شاءالله تو فرصت‌های بعدی مفصل‌تر صحبت بشه که صحبت. اولی که خواستم بهتون بگم دوستان کرد عزیز من، دوستان بلوچ عزیز من که امروز رایگان گل کاشتیم، واقعا من لذت بردم. من امروز از بعد از ظهر فقط دارم کیف می‌کنم. این واقعا اتحاد، این همبستگی که بین مردم ما ایجاد شده واقعا دارم قصه می‌کنم. میخوام بهتون بگم که مردم تهران تازه دارن همدیگر رو بیشتر و بیشتر پیدا می‌کنن. نگران نباشید، روندها اینقدر مثبته، این انقلاب اینقدر هوشمنده، اینقدر قشنگ داره کارا پیش میره که شاید باورتون نشه. چند شب پیش که بازی ایران امریکا بود و ایران شکست خورد و اون روز باید تو تهران بودیم و می‌دیدیم که چقدر مردم که پیام اتحاد به پیام سیاسی تعلیق دادن بعد از بازی و مردم تازه دارن همدیگر پیدا میکنن، به قدرت خودشون پی بردن. این فراخوان 14 عالی داره پیش میره. من به نظرم فرصتی که ایجاد کرد به اطلاع رسانی بشه خیلی خوب بود. یک نکته هم فقط خواستم در پایان بگم، وقت دوستان نمیگیرم، اینی که من فکر میکنم که ما بایستی رو خانواده‌های زندانیان این مقدار تمرکز بیشتر داشته باشیم. یعنی افرادی که حالا آزاد میشن یا در زندان هستن، یه مقدار اگر مکانیزمی که بشه تو شبکه‌های اجتماعی از خانواده‌هاشون دلجویی بشه، به شکل مشخص‌تری فراموششون نکنیم. من فکر می‌کنم به هر حال اونا رزمنده‌های حتمی مقدم بودن و اولین افرادی بودن که قربانی این انقلاب زیبا شدن. پس حتما باید حوالی اینا رو به شکل داشته باشیم. البته حرکت‌های قطعا صورت گرفته، اما من فکر می‌کنم
یه مقدار انقدر هممون هیجان انقلاب ما رو در بر گرفته که یه مقداری داریم بعضی از این بالا رو فراموش می‌کنیم. خیلی متشکرم، ممنونم برای همتون آرزوی سلامت. ممنون از شما، تشکر میکنم ازتون. ایپی بفرمایید، شما فکر کنم چند تا خبر جدید داشته باشین از امروز. درود بر شما. بله من داشتم توییتش می‌دیدم مرتضی فتح خانم درود، من گفتم اول توی دایرکت بدم، فتح خانم نخوندن شروع قربه جمعیتی که الان اومده بیرون بیشماره، یعنی یه چیزی هولوش 2-3 هزار نفر تو خیابونه قربه هستن توی کردستان. من میتونم الان فیلماشو بذارم بالا. 4 تا فیلم اومده که کلا خیابونه اصلی قرق شد که اکثرا هم زن و دختر هستن. خیلی جالب بود. این یه خبر مهم. خبر مهمی که امروز توی مراسم سوم شهید مهران سماک اومدش این بود که یه موضوع رو اون وسط داشت شناسایی میشد. خوشبختانه مردم فهمیدن و مثل از قبل هم بدجور بیماری زمینه‌ای داشته و عادت به کتک خوردن داشته در حد مرگ و لخت شدن و این اتفاق افتاده و همونجا هم ول شده. عکسش هم هست، من نمیتونم بفرستم بالا ولی خب یواش یواش توییتش میکنم. بعد اینکه شعار خیلی جالبی که دادن امروز توی مراسم مهران سماک از کردستان تا گیلان جانم فدای ایران. زاهدان خبراش همه دیدید که چجوری هم دیگر صدا میکنن. کردستان و زاهدان شرق و غرب کشورمون رو به هم دوختن، شمال به جنوب کشور به هم دوخته شده و ما تازه همدیگر رو پیدا کردیم و از هم نخواهیم جدا شد. این دو تا خبر. یه موردم که یه خورده نگران کننده بوده دیشب که توییتی که آقای کریمی زن زد راجع به ببخشید آقای کریمی زن برای آقای کریمی زن توییت زد آقا مرتضی در مورد اختلاف رو اونم بعدا آگاه شد آخر اسپیس یه توضیح بدین ممنونتون میشم. این خبرهایی که امروز بود تا اینجا همین بود. یه چند تا خنثی‌سازی کوچولو هم شده این ور اون ور. من منتظرم عکسش بیاد بالا که با سندیت بتونه اعلام کنم. شعارهایی که الان تو تهران داره شنیده میشه محله جنت آباد و پونک، مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی که همیشه میدیم از پنجره الان داره میاد فیلماش بیرون میتونید ببینید. اسکاندال مسیح علی‌نژاد و شاهینلو. بعد دیگه ارزم به خدمتتون این که سرندش فعلا قربه بیرونه. میگن که تو سرکز هم یه تحرکاتی شده، میام تو مدرک من نمیتونم بگم خدمتتون. ایزه خوزستان هم امروز در توی مراسم خاکسپاری به چند نفر با کفنپوش اومده بودن و شعارهای مرگ بر دیکتاتور دادن و گفتن که ما انتقام خواهیم گرفت. مرسی که من مرسی پی عزیز، ممنون از خبرایی که دادی. اکانت دیزل صحبت کنن لطفا، بعد شکسپیر. سلام و درود خدمت همه. صدا منو دارید؟ بله صداتون هست. من یه چیزی میخواستم بگم که یه مقدار راهکاریه برای اینکه یه عده خاصی از قشر خاکستری رو بکشونیم توی کار. حدود 40 روز پیش اینا بود، ما با چند تا از رفقامون توی خیابان بودیم. من ساکن تهرانم. بعد پسر دایی به من زنگ زد که گفت بیا فلان جا باهات کار دارم. رفتیم اونجا و گفتیم قضیه چیه. گفت یه سید نامی لیدره، بعد این چند نفر رو جمع کرده دور هم دیگه، تقریبا 20 نفریم. دو نفر دارن الان میچرخن. ساعت 8:30 قراره یه حرکتی رو شروع کنیم. گفتم حرکتتون چیه؟ گفت یکم شروع. من صدایشون رو نمیشنم. نه منم ندارم، ثبت کردم ببینم که واسه شما هست یا نه. اکانت دیزل الان دارید صدامو؟ الان دارید صدامو؟ خب از اول بگم تا کجا شنیدید؟ تا جایی که دو نفر مثل اینکه قرار ساعت 8 کاری انجام بدن. این بود. بعد قضیه این بود قرار بود مامورا رو از میدون بکشن داخل یه کوچه‌ای که اون کوچه وسطش 2 تا پله می‌خورد و اون سیده بهشون گفته بود اینجا ما اینا رو اسیرشون می‌کنیم، با موتور نمیتونن بیان بالا، ما وینچستر داریم و ارتیل سورنج داریم و فلان داریم، قرار اینا رو بزنیم. بعد من گفتم آمار این سیده رو به من بده. گفت منم فقط اسمشو میدونم، سیده و خیلی هم بچه باحالیه. بعد ما رفتیم آمار این سیده رو درآوردیم. مربی پارکور بود. بعد این اولای مهر ماه مثل اینکه دستگیر اولای مهر بود فکر کنم دستگیر میشه، بعد چند روز میاد بیرون، ولی به شرط آدم فروشی اومده بیرون چون خیلی وحشتناک تهدید شده بود. بعد این خودش میاد چند نفر رو هماهنگ میکنه که اینا بیان مثلا یه حرکتی شروع کنن
ما رفتیم آمار اون کوچه هم در آوردیم، به اینا گفته بود که آمار چند تا خونه رو داده بود که اگه یه وقت مثلا خواستید اوضاع بد شد برید داخل این خونه ها. بعد یه خرابه وسط اون کوچه بود که یه کانکسی تهش بود، گفته بود از اون کانکس هم بپرید برید بالا اگه داستانی پیش اومد. بعد ما یه پیگیری کردیم رفتیم ته اون کوچه، دیدیم میخوره اون دست خیابونش یه دونه مغازه است، مأمور نشسته توش. کانکسه از روش بپری میری اونور خیابون اصلی، چند تا مأمور نشسته اونجا کنار یه دونه مغازه. بعد ما اومدیم به این گفتیم که آقا این کارو نکنید، این سید معلم میخواد شما رو بندازه توی هچل، شما رو به قول مثلا مجبورت میکنه این کارو کنید، این بشه بهانه برای دستگیریتون. بعد گفتیم حالا ما چیکار کنیم چیکار نکنیم. من اونجا دست به دامان رفیقام شدم دیگه، یعنی با خواهش تمنا التماس که آقا بیاید امشب یه حرکتی بزنیم، ما توجه مامورا رو بکشیم سمت خودمون که اینا این کارو نکنن. 20 نفری که ما نمیشناسیم امشب توی خطره. و اونجا بود که من تازه فهمیدم یعنی چقدر ما قدرت داریم. من رفقامو که زنگ زدم بهشون یا حالا توی اینستاگرام و اینا ازشون خواستم بیان کمک من، 8 نفر جمع شدیم 3 نقطه شهر فقط آتش روشن کردیم، چند تا مرد دیکتاتور گفتیم و رفتیم. و یه اتفاقی افتاد تو شهر که ساعت فکر کنم 7 و نیم اینا بود، کل مغازه‌های یه راسته بسته شد، یه پاساژ کامل بسته شد، نزدیک 400 تا مأمور فقط توی شهر ریخت با موتور از این ور به اون ور از این ور به اون ور. یعنی اینا الان توی لبه پرت کنن، توی وضعیتی نیستن که یه دونه مرگ و دیکتاتور هم بتونن ندید بگیرن. خب الان این کارو چرا مثلا ما تو این روزا نکنیم؟ چرا الان مثلا جوانای ما نیان آقا میگن همین طریق یا مثلا همین طریق دیگه؟ اولش که صحبت کردید هر لحظه منتظر بودم که شما رو قطع کنم. خب همین لحظه من فکر می‌کردم آخرش که توضیح داده که ببینید علت برای اینکه تنفر بود برای بچه‌ها بازداشت بشه، خب روز خیالم آسوده شد. از این برم نمی‌خواستم قبل از اینکه صحبت تمام بشه قضاوت کنم. دقیقا نکته‌ایه که اونها تنفر دارن و حالا اینکه چه کسانی همکاری میکنن طبیعیه. ببین بعضی وقتا به قول معروف گفتنی یه سری آدم‌ها مجبور به همکاری میشن، ولی هوشیار بودن آدم‌ها باعث میشه هر کسی اومد همچین طرح اینطوری داد به جایی که همدیگه رو نمیشناختن این قرار داد بدونید که دنیا چیز دیگه فقط تنها گروه‌هایی شکل میگیره که اینطوری به این کار کنن که اعتماد وجود داشته باشه یا همدیگه رو کامل بشناسن. من الان آقا مرتضی حرفم اینه، از کسایی که الان داخل ایرانن صدای منو میشنون الان تو این اسپیس، حالا توییت بزنید در موردش به یه طریقی، حالا مثلا این مردم ما میدونی الان وضعیتشون چجوریه، تا به غیرتشون بر نخوره کاری نمیکنن. ما یه شب 8 9 نفری خیابون رو بستیم توی همین شهر و منطقه خودمون، نزدیک 10 دقیقه شعار دادیم و فلان، بیخ گوش مامورا هم بودیم. 300 400 تا آدم وایسادن فقط ما رو نگاه کردن، یه دونهشون از ما حمایت نکرد. بعد مامورا ریختن سر ما. بعد حالا من شانس آوردم اون وسط پیاده رو بودم، رفته بودم یه چی بردارم از تو پولم. بعد بچه‌ها فرار کردن، من وایستادم اونجا اتفاقی قرار نبود برای من بیفته. دیدم یه دختره داره فرار میکنه، ماموران دختره رو گرفتن، از اون 400 نفر حداقل 200 نفرش ریختن سر مامورا که آقا دختره رو ول کن. تو این وضعیتی الان مثلا شما که الان میتونی مثلا 3 4 تا رفیق داری تو ایران بزن در رو بلدن و اینا، بیا اینجوری با فرید بیارش تو بازی. خب اصلا حتی ما قرار ما مثل جمهوری اسلامی باشیم، با فرید بیارش تو بازی، بگو آقا امشب قرار همین اتفاقی بیفته، ما باید امشب یه نقطه شهر رو شروع کنیم. حتما که نباید بیای مثلا از فونداسیون شروع کنی بگی آقا تو انسانی، تو حق آزادی داری، بجنگ براش برون، تو هم بیا یه کلیکی به رفیقت بده، ما زدیم گرفت. این درخواست دارم فقط از بقیه. مرسی از شما. اکانت شکسپیر صحبت کنم. من بازم عذرخواهی میکنم اسمتون رو خیلی بد خوندم اولش. سلام خدمت همگی، آقا مرتضی عزیز و خانم فتحی. من یه نکته رو میخواستم بگم. من هم کردم و ایرانی، یک ایرانی کردم با افتخار و میبالم در واقع وقتی از این دو صفت در کنار هم برای توصیف خودم توی هر جایی که هست استفاده میکنم. اما یه نکته‌ای هست که باید بگم و شاید اینجا به درد بخوره و اون هستش که آسیبی که متاسفانه جمهوری توی این 43 سال به قدرت استدلال، تفکر نقادانه و بحث‌های سازنده زده به نظر من خیلی بیشتر از
قراردادهای نمیدونم 20 ساله و 25 ساله با این کشور و اون کشور. یک کرکی یا یک درزی، یک دیوار عظیمی توی کردستان وجود داره و اون اینه که دوستانی که اونجا هستن بعضی ها به واسطه حکومت‌های سابق فکر میکنن که قرار هستش دوباره یک تریتمنت یکسان و درست مثل قبل و سابق از حکومت مرکزی بگیرن و یک سری خیلی محدود کسایی هستن که سوار این موج دارن میشن و یک ترس و هراسی رو دارن توی دل خیلی ها میندازن که دوباره قراره یه همچین اتفاقی بیفتد و غیره. حالا من یک پیشنهاد دارم که شاید میتونه این پروسه رو یه جورایی واکسینه کنه و یه همچین جمعیت حتی محدودی که هست، کما اینکه قدرت بهشون داده بشه حرف بزنن، ولی این حرف تأثیرپذیری کمتری داشته باشه و نخواهیم از روش گول زدن استفاده کنیم و غیره. من توصیه‌ام این هستش که ماها انگار روی یک کوه هستیم، داریم یه منظره‌ای رو می‌بینیم و از یه نفر که دامنه کوه هست داریم اون بالا داد میزنیم که من دارم این چیزها رو می‌بینم و این به صورت انتزاعی داره یه فکرایی میکنه. احساس من اینه که علیرغم اینکه ائتلاف درستی هنوز شکل نگرفته، نیاز هستش که به صورت ملموس و در چارچوب فکری سالم و بدون خدشه یک مرامنامه‌ای نوشته بشه که حتی این افراد محدودی که توی قسمت‌هایی از ایران هستن که ترس از اینو دارن، خب ترس شاید برای بعضی از ماها معقوله، برای خیلی‌ها معقول نیست، ولی این ترس و هراس رو دارن، بدونن که قراره چه اتفاقی بعد از این بیفته. ما الان فقط با چند تا شعار نمیدونم از کردستان تا تهران جانم فدای ایران و غیره، ببینید چه اتحاد عظیمی توی این مملکت ایجاد شده. حالا کافیه که ماها این چارچوب ذهنی رو ایجاد کنیم که قرار هستش که بعد از این انقلاب چه اتفاقی بیفته. من فکر میکنم خلای این وجود، یعنی باید حتما این به یک شکلی آغاز بشه، حتی در قالب مرامنامه‌های یک دو صفحه‌ای که قرار هست چه اتفاقی بیفته. وگرنه واقعیتش من دارم توی توییتر میچرخم 30-40 تا اکانت هستن که الان تهرانی‌ها دارن شکلات به هم میدن، ما داریم کشته میشیم، نمیدونم غیره و غیره. خب اصلا تعداد زیادی نیستن، چون من خانواده خودمو دارم میبینم، بستگان خودمو دارم میبینم، دوستای خودمو دارم میبینم، همچین مسئله اصلا نیست. این نکته اول. نکته دوم، یه خبر خوبه، شاید یه جورایی کمک کنه که احساس و حال خوبی ما دست بده. من یکی از دوستانم که کانادا هستن صحبت باشون کردم، گفتن که برادرم توی ایران دندون پزشکه و توی یکی از مناطق تهران مطبش رو تبدیل کرده، در واقع یکی از اتاق مطبش رو تبدیل کرده به یک اتاق جراحی برای کمک به مجروح. منم گفتم که واقعا قابل تحسینه. من یکی بودم که همچین ریسک اصلا نمی‌کنم. گفت نه، کسی که حواشو داره رئیس آگاهی اون منطقه است. من میخوام بگم که ریزش زیادی اتفاق افتاده، وحشتناکه. منتها ترس دارن چون خانواده هاشون کاملا شناخته شده است، ریشه یابی کردن، شجره نامه خانوادگیشون رو دارن، میدونن کجا هستن، کجاها ساکن هستن و فقط منتظر یک جرقه‌ان که جمعیت اینقدر زیاد بشه که تریس کردنشون کار سختی بشه. اینم نکته دوم بود که گفتم مطرح کنم. میتونم از اینکه مایک دادید. سپاسگزارم. مرسی از شما، تشکر می‌کنم ازتون. من فقط یه نکته بگم، من دوستان پیام داده بودم، من با تحقیق دیدم این کسی شده کنساسیف چون گفتم بهش دوستان بیمار زمینه‌ای شده. من یک کلمه‌ای ننوشتم بیش باد، بعد من بچه‌ها دیگه نوشتم بیش باد و 3-4 نفر پیام فرستادن من اسمم چون ننوشتم بیش باد. این بیش باد خیلی دوستان خوششون اومده. من اینجا میگم بیش باد از این اتفاقات زمینه‌ای و قبلا هم همینطور خواهد بود. بفرمایید. مرسی از شما. اکانت آپتین صحبت کنن.
اکانت آپتین صدای ما رو دارین؟ خب اکانت سوران، اکانت سوران. کاتو جان ببخشید من اومدم حرفاتون. آقا مرتضی دوستان در مورد این موضوع کارگروه که دیروز و پری صحبت کرده بودم هنوز منتظرم. اینو اگر از دوباره اعلام کنید ممنونتون میشم. مصاحبه میکنم چی رو؟ قرار بود یه اسپیس تشکیل بدیم بابت خرابکاری شرفمندانه با حضور آقای ابراهیمی. اونا می‌پرسن دوستان. آقای ابراهیمی کلامی زد، هنوز من باهاش صحبت چند روزی مریض اول بود، هنوز من صحبت نکردم باهاش. شما قرار شد روشن باهاش صحبت کنم. نمیدونم، من گفتم ایشون تلاش دارم میکنم بیارمش، نمیدونم میخواد بیاد یا نه و خودش هم مریض احوالش رو نمیدونم و یه کارگروهی میبرم خودشون برای کارهای انجام میدن، اما حقیقتا من پیگیری نکردم. من نیستم مهرانی پیام داده بود جواب ندادم، آقای امیر فرشاد ابراهیمی هم پیام آخر من رو ندید احتمالا که گفتم چه ساعتی شما هماهنگ کن، فعلا جواب نداده بکنم یا نه نمیدونم، حالا باید نگاه کنم که پیام خودم شاید جواب بدم. بفرمایید اونو من چشم حتما تا فردا سعی کنم هماهنگ کنم، حتی اگه شده یکشونم بیاد چون دفعه قبلی هماهنگ نبودن رو حالا صحبت کنید من اونو پیگیری کنم. مرسی از شما. اکانت شراره صحبت کنن. درود دوستان، صدای من رو داریم؟ بله صداتون هست. درود بر همه شما، به خصوص مردم شریف، نجیب و مقاوم زاهدان. یه چند تا نکته بود میخواستم خدمتتون بگم. یکی این که تایملاین پر شده از پیام‌های حمایتی برای فالو کردن و این باعث میشه که پیام‌های مربوط به فراخوان از دسترس خارج بشه. یه نکته دیگه این که دوستان برای دفاع مشروع حتما مجهز بشین این چند روز فراخوان رو و حتی با وسایل خیلی ساده ولی کاربردی میتونین این کار رو بکنین. مثلا عینک‌هایی هست که محافظ جوشکاری هست، در همه ابزار فروشی ها موجود، قیمت بالایی هم نداره، حدود 10,000 تومان هست و ارزم به حضورتون شما میتونید با بابل رب جلیقه های ضد ساچمه درست کنید. خیلی ساده است، هیچ کاری نداره ولی به شدت محافظت میکنه از شما در مقابل ساچمه. حتی اگر بتونید قسمت پایین تنتون رو هم شلوار بدوزین باهاش، خب یکم سخت میشه، روش میخواین لباس بپوشین ولی خیلی کاربردیه. وسیله دیگه تیرکمون و لیزر هست که خیلی خوبه برای دفاع مشروع، خیلی خوب جواب میده. یه چیز دیگه هم میگم، حالا پای خنده نشه، جریان اون مستعان نشه، ولی همه ما توی خونه ها قابلمه بزرگ داریم. این درب قابلمه بزرگ میتونه یه سپر خیلی خوبی باشه برای محافظت بالا تنه ما، چون که حالا این با صفحات پلکسی هم میتونین این کار رو بکنیم ولی ممکنه همه نتونن پلکسی تهیه بکنن، چون پلکسی ها صفحات پلکسی اگر که سوراخ بشه و یه دستگیر براش درست کنیم با طناب، سپرهای خیلی خوبی میشه به خصوص برای بالا تنه. ولی حالا این قابلمه رو همه داریم دیگه، قابلمه های بزرگ. دربش رو اگر که اون درب روش رو باز بکنیم، پیچش رو بعد یه چیز بندازیم توش، یه سیم بندازیم یا یه طناب از بالاش وصل بکنیم، میشه خودش یه سپر خیلی خوب، چون که اکثر مرگ و میرها در اثر اصابت گلوله یا ساچمه به بالا تنه و سر و صورت هست. ارزم به حضورتون که دیگه بطری کوچیک گریس یا روغن سوخته ماشین به همراه داشته باشین، همچنین شلنگ‌های گاز که از توش میخرد میکنین و اینها وسیله‌های خیلی خوبی میتونه باشه برای اینکه سرکوبگرهای موتوری رو متوقف بکنه. خیلی ممنونم، مرسی که به من مایک دادید. خدا نگهدار.
مرسی از شما شریر عزیز. اکانت فرانک صحبت کنن، بعد اکانت مژگان. اکانت فرانک صدای ما رو دارین؟ خب اکانت مژگان بفرمایید شما. سلام به همگی، صدای من میاد؟ بله صداتون هست. بله. ببینید اول که سلام به همگی و من مژگان هستم از سیاتل امریکا تماس میگیرم و از خدمت همه مردم زاهدان درود میفرستم. در مورد صحبتی که این خانم کردن البته یه دفعه به نظر اومد، به هر حال این تمام این سلاح و این چیزا و اینا رو با خودتون میبرید، مواظب باشید که با اونا به هر حال جرم اگر دستگیر کسی بشه با اونا یعنی با این وسایل اینا به هر حال جرمش هم سخت‌تر خواهد بود. به هر حال یه جوری باشه که بلافاصله هم رها بشه، جایی پرت بشه اینا که با اون چیزا دستگیر نشه. البته من اصلا در این زمینه متخصص نیستم، معذرت میخوام که خودم رو داخل این میته میکنم. بعد در مورد اتحاد دوباره میخواستم یه تأکیدی بکنم که به نظر من خوبه هر چقدر بگیم کمه. اینی که منی که ما این سالها اینجا بودیم همیشه به همین جمهوری اسلامی باعث شده بود که مثلا من اگر صحبتی میکردم تو گروه دوستای خودم هم گفتن اوه شما اون برای آبیا اینا، ولی الان دیگه واقعا ما دیگه همه یکی هستیم، این برای آبی و اون برای آبی و کرد و ترک و بلوچ و عرب و فارس و همه یکی هستیم و این اتحادمون خیلی قشنگه. اینو هی باید بگیم و قدرت بیشتر قویش بکنیم همینطور که هست. این از این. و یه سوالی که دارم نمیدونم این مطرح شده یا نه، ما برنامه‌مون چیه برای اینکه چون الان یکی دو روز در حال حاضر خیلی اینترنت بد شده و یعنی من خیلی ارتباطم با چند نفر از اون طرف قطع شده. امروز دیدم که دادستان کل کشور اعلام کرده بود که اصلا فضای مجازی رو باید به طور کلی ببندیم و اینا. اگر واقعا تو این 14 و 15 و 16 ها یه اتفاق بزرگی بیفته که اینا بیشتر اینترنت و اینا رو قطع کنن، مسئله خبررسانی چجوری از طریق ایمیل کسی خبررسانی میگیره چجوری اینا اگر لطف کنین مطرح بشه خیلی ممنون میشم. بازم ممنون، در خدمت همگیتون هستم و سعی میکنم خبرها رو به انگلیسی ترجمه کنم، پست کنم. بیشتر البته من در اینستاگرام فعال هستم. به هر حال هر کاری کمکی چیزی باشه من این گوشه دنیا در خدمت همگی هستم. مرسی، خداحافظ، روز و شب همگیتون بخیر. مرسی از شما مژگان عزیز. اکانت عامر صحبت کنن بعد سوال. سلام، الان دارین صدا من اگه لایک بکنیم من متوجه بشم. بله صداتون هست. فقط قبل از اینکه شما شروع کنید من جواب اون دوست عزیزم بعد از شما میدم که پاسخ داده باشیم به سوال. من فقط یه چند نکته رو از اون بلوچستان بگم چون اسپیستون در مورد زادان بود وگرنه من نمیگفتم بحث بی ربط نمی آوردم واسه. چون که در مورد زادان از یک چند تا نکته رو بگم. اولیش میخوام از مولانا بگم چون الله خیلی این نامردا حتی تو توییتر و نمیدونم رسانه هاشون شخصیت هاشون میان میگن که نمیدونم هدفی داره چیز داره، والله اینو میگم بدون اغماز و بدون اقراق میگم. در روزی که مولانا چیز بگن دیگه ما روز تجمعی نداریم با اینا، روز جنگ ما، اینا روز تموم شدن ایناست. تو بلوچستان لاقل اگه حتی من جمعه هم خدا قسم مولانا نمی اومد جلوی بلوچار نمیگرفت یک نفر از این بیشرفا زنده نمیمون اینجا که مردم سر نماز زدن. بعد از اون اینجوری که مولانا اومدن چنگ انداختن به گردن این بیشرف حق این مردم رو میخوان که خدا رو شکر بلک ریواردم خیلی به موقع بود اومد این چیزا رو منتشر کرد. خدا رو شکر فاش شد تا حدودی مردم فهمیدن. یکی از این مسائل که خیلی من داخل توییترم دیدم خیلی واضح بود، من خیلی سعی کردم یعنی به چند تا بلوچم گفتم ولی خب اونطوری که باید و شاید نتونستیم جلوشو بگیریم. مثلا من قبول دارم حالا دوستان اشتباه بد نکنن، نگن که من سرپوش میذارم، قبول دارم شاید تو اینجا ما یک سری تعویضات واسه
زنان داشته باشیم قبول دارم شاید هست، ولی تو همین بلوچستان به خدا یک منطقه شاید هست 50 تا دختر، من بهتون میگم 50 تا زن الان در خارج از ایران دارن تحصیل میکنن تو رشته‌های مختلف. نمونهش خانم ساره امینی تو امارات وزیر ارتباطات. ما تو ایران نداریم همچی کسایی رو مثلا به همچی جای برسن، فوقش شده مثلا یک نمیدونم پزشکی شده، ولی همچین کسایی از این هیولات سازی که میکنن، این بلک ریواردن که منتشر کرد، چی کار میخواستن بکنن؟ مثلا غیر فضای مجازی دیگه مثلا چه غلطی میخواستن بکنن؟ چجوری میخواستن خدا نکرده با آبروی مولانا بازی کنن؟ غیر همین که میان مثلا میگن مولانای مردان بلوچ اینجوری تربیت میکنه، نمیدونم تو خطبه هم که چیزایشون بهشون میگه که اینا میان زنان رو اینجوری میکنن، ولی تا این حدود نیست. مثل تمام ایران، همونجوری که تمام ایران متاسفانه مشکلات هست. نمونهش مهسا، بهتره بگم مهساها، اون خانم مونا حیدری بود تو خوزستان. خیلی از مسائل دیگه خودتون که قطعا از من بهتر خبر داریم، من 20-21 سال بیشترم نیست، خواستم اینو بگم چون ببینیم ما بلوچا کار خودمون رو بلدیم. مثلا نسبتون خیلی عالیه، ولی که مثلا بیان ما توصیه کنم فلان، ما خودمون به خدا کار خودمون رو بلدتریم. جاش برسه خود این جوونا به خدا اینقدر سازماندهی دارن که مثلا اصلا اینا رو غافلگیر میکنن، گیج بشن، نمیدونن از کجا دارن میخورن. تا این حد این جوونا با هم دیگه در ارتباطن، میفهمن چیکار کنن. نمونهش امروز تو زاهدان 2 تا از این بی‌شرفا رو گرفتن، اومده بودن وسط مردم میزدن، بانک میزدن، ماشینا مردم میزدن، میشکستن. اینا خودشون خدا رو شکر ما بلوچا بلدتریم این چیزا رو. صرفا اگه اخبارتون مثلا لطفاً اگه میشه میخواستین این وقت بذارین خبری منتشر کنین، لطفاً در مورد مثلا همین زنان باشه، از فقر اینجا باشه، از چیزایی که ما نداریم. هرچند این الان به نظر من این بحث تجزیه طلبی که مطرح میشه این تمام شده است واسه ملت. به خدا مولانا عبدالحمید که پدر بلوچستان تمام شد رفت، همین مردم الان تمام تا بلوچا کردها داریم واسه دیگه، بلوچ واسه کرد کشته میده، کرد واسه بلوچ خون میفرسته. خودم یادم اون روز جمعه مردم رو زدن، 100 نفر شهید شد، چند صد نفر تیر خورد. کردا خودم یادم خون فرستادن از همونجا اهدای برای زاهدان. این مسائل تا حدودی بهش الان یعنی توجه یه سمت دیگه بره، متمرکز بشن سمت یه چیز دیگه. همین دیگه. بیشتر اگه لطف کنیم بگو ازم صحبت تمام کن. همین اگه لطف کنیم به زحمت، گفتم که اگه خبری مثلا خواستیم وقتی چیزی بذاریم، سعی کنین در همین موارد باشه که مثلا آگاه سازی کنین از بلوچ، از دوستان که داریم اینجا بودن چند تاشون صحبت کردن، اینا اطلاعات و منابع خوبی دارن، لطف کنین از اینا چون به خدا همچین چیز نیست اینجا. ما تعجب میکنیم ما از پشت کو اومدیم، مگه ما شرف نداریم که اصلا ما مسلمونیم؟ یک بی‌شرفی برگشت جلو من گفته تو همین فهمیدم صابری، گفت یه دختر 7 ساله رو نمیدونم ازدواج کردن، عروسش کردن. گفتم کدوم مولوی همچی غلطی کرده؟ تو بیا اونو بگو کجا اسلام به اون اجازه داده که همچی دختر 7 ساله رو بیاد عروسی کنه که هنوز به سن بلوغ نرسیده. نمیگم شاید این کودکم منکرش نیستم، ولی خدا شاهده، خدا رو شاهد میگیرم، خودم که همش نماز میخونم، به خدا قسم تو فامیل ما نیست. من الان با اون موقع گذشت، به خدا الان همین دخترای بلوچ تو خیابون خیلی هاشون با انتخاب خودشون، الان شما تو این فیلم ها اعتراضات دیدید روبند داشتن، به خدا اینا با انتخاب خودشونه. تو همین بلوچستان شما اگه تشریف بیارین خیلی هاشون روبند ندارن، مثلا مثل ایرانی‌ها. یه نکته بگم بفرمایید. ببین یه اتفاقی که میفته، مثلا این مجموعه یک سری آدم‌ها میان ادعا بکنن که شناخت دارن از زاهدان. مثلا من مثال میخوام بزنم، ما با بچهای زاهدان هماهنگ کرده بودیم روز جمعه، اولین جمعه برای جمعه خونی که فراخوان عمومی بدیم برای 40 بعد 40 بود. بعد خیلی از این میخوام بگم تعجب نکن، ناراحت نشد، ما فراخوان دادیم برای روز جمعه یه جوانان سراسر کشور و خیلی ها گفتن چهارشنبهشون 40. گفتم آقا اینا 40 ندارن که، بعد خودشون برنامه‌ریزیشون برای بعد از نمازه و اینا قرار شده زنان و مردان کنار هم دیگه بیان، ولی اصرار بر این که نه ما میدونیم شما اشتباه دارید میکنید. میدونی چرا این اتفاق میفته؟ چون اینها شناخت از مناطق مختلف ندارن و نمیپذیرن بعضی جاها. خب سبک زریعه سنتی مذهبی هست، سنتی مسلمان اهل سنت، حالا من اینو میگم شاید بعضی دوستان شیعه جلوشون در میکنه، خیلی مسلمان تر از به قول معروف گفتن تشیع هستن،
چون خیلی سنتی تر دارن زندگی میکنه، عقاید مذهبیشون کاری ندارم، من اصلا اسلام رو قبول ندارم، اسلام رو کلا قبول ندارم و اون نظر شخصی منه، ولی اهل سنت واقعا نگاه سنتی رو به اسلام دارن و به همین دلیل مثلا به طور مثال نمیتونیم ما ازشون توقع داشته باشیم پنجشنبه بیان، دوشنبه میان برای خیزش، مثلا یه تعدادی هم اومدن، چند بارم ما شاهد این بودیم که اومدن توی خیابون، اما جمعه بهترین زمان برای خیزش عمومی شده. نمیدونم میشه میخواد بگه. نکته بعدی در مورد بحث حجاب و این چیزها، من تاکید کردم به دوستان که الان قشر جوان و نوجوان زاهدان و بخش بچه که دانشگاه میرن متفاوت از چیزی که تصور خیلی هست که حتما برقه دارن نمیدونم چی دارن، اینطوری نیست. اینها دلیل اینکه این اتفاق میفته اینه که دوستان بر اساس آنچه که شنیدن میان قضاوت میکنن. حالا بحث این که ازدواج کم سن و سال و اینها هم این نقدیه که به کلا میشه به یک جامعه اسلامی میشه که متاسفانه 9 سال دختر رو یک کامل میدونن و این موضوع قطعا در یعنی یک حکومت دیگری که میاد حتما رفت خواهد شد. الان اصولا کدوم آدمی بیمار جنسی هستش که با دختر 9 ساله بخواد ازدواج کنه؟ سر این مسئله این موضوعات رفت میشه. این بیمار جنسی نیست، این قاتله، جنایتکاره کسی که این کارو میکنه. این اتفاق وجود داره. پس من پیشنهاد میکنم شما و دیگر دوستان، چرا ما میگیم تو این اسپیس ها باشید صحبت کنید. وقتی ما از حضور زنان صحبت میکنیم که تابو شکنی شده، به جای اینکه دوستان بیاد هنوز گیر بدن میگن نه اینا چرا با برقه بودن، آخه یه سری مجنون حالن، نمیدونن که همین حضور اونها در خیابان خودش تابویه. موضوع بعدی اینه که طرف شاید میخواد شناسایی نشه، اصلا به ما ربطی نداره یک نفر روسری داشته باشه، چادر داشته باشه یا نداشته باشه. این که بعضی‌ها بیان فکر کنن حکومت بعدی یعنی همه باید چادرها رو بردارن مانتو نداشته باشن، این اشتباه مطلقه. این اشتباه هیچکی نکنه. ببین دقیقاً اگر همچین کسانی بکنن حتما شماره دو چه کار خواهم بود. به خاطر اینکه من توی یه چیزی دیگه صحبت شد، طرف اومده بود بعد ریشه اسلام رو زد. گفتم اگه شما این حرف رو مطرح کنید یه اختلاف بزرگ، البته اون در حد اندازه‌ای نبود که بخواد جریان سازی کنه، ولی اختلاف اندازی میشه. این اختلاف اندازی ها خوب نیست. اصلا حکومت بعدی حکومت اجبار نیست. ما از فاشیستای اسلامی داریم خارج میشیم که حکومت آزاد داشته باشیم که مسلمانش هم هر جوش بره، که یکی مسلمانش هم، حالا من امامزاده رو قبول ندارم، کمپلت میدونم به بنگاهه، یعنی اونجا که پول در میارن مسلمان‌ها ازش چیز میکنن، سوء استفاده دارن میکنن، مسلماناش یه اهل سنت هم حق نداره مثلا وارد این بشه که مثلا به طور مثال اجبار کنه نه فلان. همه این چیزا قانون وقتی بیاد سر کار همه اینا حل میشه. یه نکته هم میگم آخر صحبتام باشه در مورد زاهدان. دوستان انتظار شما از زاهدان نباید زیاد باشه، ولی حمایت ما از زاهدان باید خیلی زیاد باشه، به خاطر اینکه زاهدان 44 سال تو محرومیته و چیزی کلامی اگر ببین بچهای زاهدان بچه کردستان به راحتی میتونستن وارد جریان دیگه‌ای بشن، چرا نشدن؟ البته من نمیگم مردم سلاح دارن، به هیچ عنوان من این اعتقاد ندارم، هر کی داره میگه چرت و پرت میگه، داره زیرکی کار سایبری میکنه. میتونستش بالاخره یک مثلا بین احزاب کرد میتونستن کار دیگه کنن اما نکردن. دلیلشون چیه؟ دلیلش اینه که اینا به فکر انقلابن. آدم‌هایی که به فکر انقلابن به جای تمسخر مذهب اینا که مثلا من بازم تاکید میکنم کامپلت اسلام رو قبول ندارم، یعنی اگر اسلام با یک دین دیگه بگذارن مطمئنا میگم اسلام یک جریانیه که خطرناکه، یا کنید تا این نظر شخصی منه، اما معتقدم کسی که مسلمانه دوست داره انتخاب کنه اسلامو. چرا ما چه ایرادی می‌ذاره؟ مثلا محمد صادق به خاطر مثلا این همه سال زندان بوده، من مثلا فکر کنم 12 سال زندان بوده، چند سال بود یادم نمیاد. یعنی این آدم چرا باید به خاطر اینکه چون اهل سنته، چون زاهدانی بلوچه به خاطر اون بره زندان؟ حالا کاری ندارم مثلا اتهاماتی که به این بنده خدا زدن توی اینا رو گفتم که به یک جایی برسیم که ما باید کنار هم دیگه فارغ از بلوچ، لور، ترک، رشتی، هر چیزی به یک چیز بکنیم، به براندازی، به اون نقاط ضعف همدیگه توجه نکنیم. مثلا من معتقدم ضعف ها، یعنی واقعا چرا زنان آزاد نیستن در وقتی از اون آزادی ندارن، آزادی کامل ندارن، ضعف ها. اینکه چرا بلوچ ها و چرا عرب ها و اینا تمرکز کردن میگن
اگه این انقلاب بشه بی‌حجابی میشه. آخر به یکی به این بزرگا اینا باید بگه آقا انقلاب یه بخشش آزادی حجابه، شما هم باید به این فکر کنید، به اون نقاط مشترک تمرکز کنید. امیدوارم دوستانی مثل شما که تو جمع بچهای زاهدان هستید برید به اون بزرگا بگید که آقایون مولانا نمیدونم شیخا هر چیزی که اسمشو میذارید اینا دنبال این نیستن که چادر از سر زنای شما در بیارن، اینا دنبال اینن که اون اختیار اون باشه، یا چادر باشه یا بدون روسری و راحت آزادگیشو کنه. اونم که نمیخواد نمیدونم درگیر مکتب و فلان اینه برید خودشو درمان کنه. یعنی اجازه بدن انسان‌ها آزاد باشن و کسی که مهاجری میمونه. قرار برای این ترکیه رو نگاه کنید، مسلمان شیعه هم مسلمان اهل سنت هم دیگه باور نمی‌کنید بعضی از اینها همین کسانی که میرن لباسای خیلی آزاد می‌پوشن، روسری ندارن فلان ندارن، اینها مسلمانیشون هزاران برابر بیشتر از خیلی از بچه‌های ایرانی هست. یعنی واقعا اعتقادات خاص خودشون دارن. حالا لازم نیست حتما ظاهر دیگه باشه. خب بفرمایید صحبت می‌خواستم جنبه خود زاهدان رو نظر صحبت والا علما هم همچی فکری نمی‌کنم با خدا که مثلا خدا نکرده که بیاد نمیدونم روسری از سر کسی بکشه یا فلان، والا همچی برداشت ندارن. یعنی غیر ممکنه چون انتخاب خودشون هست نمیشه. یعنی تو لباس بلوچی این قبول داره، این چادر با اسلام اومد ولی قبلشون روسری هم تو خارج اگه بلوچی دیدین کنارش هست و گفتین که جمعه ها. خب اینا ما قبول داریم، هر کی با انتخاب خودش. ما گفتی اسلام قبول ندارین، نظرتون محترم، اصلا تو دین جواری نیست، اصلا اینا مسلمون نیستن. کی به اینا گفته؟ واسه چی مسا رو پوشتن؟ به چه دلیل؟ کجا اسلام به تو گفته واسه اینکه یه دختر چند تارموش بیرون برو بکشش نمیدونم خیلی ها رو بغل کن اینجوری؟ کی اصلا به شما هم اجازه داده؟ کی گفته تو بانک‌ها شما نمیدونم 20% سود از مردم بگیرن پدرشون رو در بیارن؟ اصلا از هیچ چیز اینا به مسلمان نمیخوره. شما یک چیز بگین نمیخوره. بعد جمعه که گفتین جمعه والا همین جوانای غیرتی هستن، اگر نه که کسی خاصی مثلا مولانا بگه دیگه هر روز میشه، ولی این جمعه که گفتین اگه اینا فقط همین جوونا هستن که جمعه مثلا فرصت مناسبش پیش میاد همشون دور هم دیگه جمع هم مثلا جوونا شهر اونجا این فرصت رو مناسب میدونن. همین دیگه. خیلی ممنون اگه فقط رو همینا یکم دیگه، چون خیلی مانور میدادن روی اینا. من هر چی سعی کردم متاسفانه دستم به جای نرسید. من تا اومدم گفتم بابا اینجوری نیست فلانه، به من میگفتن تو از اینا بدتری، تو ساعت گوش میذاری. ولی خب هنوزم میگم کسی حرفمو قبول نداره. امیدوارم یه روزی فرصتش شد بیان از نزدیک اینجا خیلی چیزا رو ببینم. دستتون در نکنه از این که مایک دادین. مرسی از شما که از پوزیشن صحبت کردید.